اگر به طور کلی و یا در حال حاضر در مورد انجام کاری اندکی شک و تردید دارید، بهترین واکنشتان به آن چه میتواند باشد؟ تا زمانی که در مورد انجام آن کار مطمئن‌تر شوید، کارتان را به تأخیر میاندازید. پیش بینی کردن اولین دلیلی است که مردم در مورد انجام کارها تردید می‌کنند. پیش بینی به معنای پیشگویی یا تصور کردن نتیجه کاری است. معمولاً هم صحیح نیست. تا به حال دقت کرده اید که قبل از انجام کاری که به تلاش زیادی نیاز دارد، به طور ناآگاهانه آن را بسیار سخت و ناخوشایند پیش بینی می‌کنید؟ این دلیلی دارد. یک ویژگی متمایز کننده ذهن ناخودآگاه این است که تمایلی به تغییر ندارد و سعی می‌کند افکار آگاهانه تان را نیز متمایل به وضعیت سکون کند و ارائه دادن پیشبینی‌های ناصحیح یکی از راه‌هایی است که این کار را انجام می‌دهد. یادم می‌آید که روزی تصمیم گرفتم 30 دقیقه ورزش کنم، اما اندکی بعد این کار به نظرم خسته کننده، بسیار سخت و بی‌ارزش آمد. وقتی که با یک حرکت شنایی روی زمین کارم را شروع کردم و توانستم کم کم یک تمرین 30 دقیقه‌ای را ترتیب دهم، به این نتیجه رسیدم که پیشبینی اولیه هم بی‌مورد بود. نه تنها خیلی سخت نبود، بلکه لذت بخش هم بود و پس از آن حس فوق‌العاده ارزنده‌ای به من دست داد. هنگامی که یک کمالگرا پیش بینی می‌کند، مشکلی بزرگی به وجود می‌آید، زیرا معمولاً پیشبینی‌های غیر واقع گرایانه تری خلاف جهت ایدئال‌های در حد کمالشان می‌کنند. اما حتی هنگامی که شما حد کمال چیزی مد نظرتان است و انتظارش را می‌کشید، حتی پیشبینی واقع گرایانه هم مشکل ساز خواهد بود، زیرا چنین پیشبینی به معنای آن است که هرگز برای انجام آن کار اقدامی نخواهید کرد. هنگامی که نتیجه هر تصمیم گیری و یا روند انجام کاری را پیش بینی می کنید، همیشه یک نکته منفی وجود دارد که توجهتان را جلب کند. اجازه دهید تجربه معلم شما باشد. مشکلی که پیش بینی کردن دارد این است که بر پایه نظریه است. شما می توانید تمام عمر پیش بینی کنید، اما تنها راهی که می توانید مطمئن شوید همه چیز چطور پیش خواهد رفت امتحان کردن آن است. همین که تجربه کردن را شروع کنید، در پیش بینی های اولیه‌تان اشکالاتی خواهید یافت. به دنبالشان بگردید. احتمالاً در آینده هم می توانید پیش بینی های پر عیب و ایراد این روزهایتان را به یاد آورید. هر بار که ورزش می کنم، نتیجهش را با آنچه از قبل پیش بینی می کردم مقایسه می کنم. تا امروز به این نتیجه رسیدم که جوابی که در واقعیت گرفتم بهتر بوده است. اکنون وقتی که حس ورزش کردن ندارم و شروع می کنم به پیش بینی کردن، سرمایه‌ای از تجربه در اختیار دارم که با آن مبارزه کنم. پیش بینی های من معمولاً به من تلقین می کنند که سطح انرژیم در طول مدت انجام تمرین ورزشی ثابت می ماند. اما در واقعیت وقتی که شما شروع به تمرین کردن می کنید و جریان خون افزایش می یابد، ورزش کردن برایتان آسانتر می شود، زیرا بدنتان از وضعیت سکون به فعال تغییر وضعیت می دهد. این همان چیزی است که زمانی که پیش بینی می کنیم آن را به حساب نمی آوریم، حتی اگر بدانیم که صحت دارد. افرادی که از حالت خجالت زدگی به اجتماعی تغییر کرده اند که من هم جزئی از آنها هستم، این کار را با وادار کردن خود به روابط اجتماعی و کسب تجربه انجام دادند. آنها به تدریج یاد گرفتند که انجام این کارها به ترسناکی آنچه که همیشه پیش بینی می‌کردند نیست. فکر می‌کنید که من پیش بینی کرده بودم اولین کتابم پرفروش ترین کتاب در سطح بین‌الملل خواهد شد؟
هرگز. من به ارزش محتوای کتاب اطمینان داشتم، اما زمانی که آن را می نوشتم باید با پیشبینی‌های از این قبیل مقابله می کردم. من ماه‌ها برای این کتاب وقت می گذارم، در حالی که کمتر کسی برای خرید آن پول خواهد داد و اگر شغلی پیدا نکنم آواره خیابان خواهد شد. می دانستم که تنها چیزی که به آن یقین دارم این است که باید مفیدترین کتابی که می توانستم را بنویسم و به بهترین وجه ممکن آن را تبلیغ کنم و منتظر شوم و ببینم که چه پیش می آید. نتیجه‌ای که گرفتم زندگیم را تغییر داد. اگر این گونه فرض کنید که من هرگز یک شغل نخواهم داشت، هرگز آن را امتحان هم نخواهید کرد. اگر تاکنون آن را امتحان کرده و شکست خورده اید، به یاد داشته باشید که لازم است تمام تجربیاتتان را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید عواملی چون شانس و شکست را در آن زمینه تشخیص بدهید. بیشتر کارها بسیار مرتبط با شانس هستند و لازم است فرد بسیار تلاش کند تا نتیجه‌ای بگیرد. بنابراین دست کشیدن از کاری پس از گرفتن فقط یک نتیجه منفی صرفاً به این دلیل که آن کار را تجربه کردید قابل توجیه نیست. پیش بینی کردن کاری معمول و آسان است، اما جایگزین ضعیفی برای وارد عمل شدن و تشخیص راه و چاره آن است. برای اینکه بیشترین نتیجه را بگیرید، همانطور که کاری را پیش بینی می کنید آن را یادداشت کنید. سپس وارد میدان عمل شده و نتایجی که در واقعیت گرفتید را نیز یادداشت کنید. تضمین می کنم مقایسه پیش بینی های قبلی و نتایج واقعی شما را هیجان زده خواهد کرد. اگر نمی خواهید چیزی یادداشت کنید، فقط کافی است پیش بینی هایتان را به ذهن بسپارید و دریافتی که از وظایفتان در بخش‌های مهم زندگیتان دارید را در ذهن یادداشت کنید. اگر نمی‌دانید که از کجا شروع کنید، بخش‌های معمول زندگی را که نیاز به مقاومت دارند به ذهن بیاورید، مانند ورزش کردن، وظایف کاری، کارهای خانه، پاسخ به ایمیل‌ها، مطالعه، تعاملات در روابط، نوشتن، تمرین یادگیری زبان و یا تمرین آلات موسیقی. بخش‌هایی از زندگی که نیاز به مقاومت بالا دارند، از ظرفیت بالایی برای پیشبینی برخوردارند. زیرا هنگامی که حس می‌کنید که در حال مقاومت کردن هستید، به این معناست که ناخودآگاه شما چیز دیگری می‌خواهید و تلاش می‌کند نتیجه متعصبانه ای را پیش بینی کند تا بتواند بذر تردید را در ذهنتان بکارد و راهی برای خود پیدا کند. گاهی اوقات پیش بینی هایمان مبهمند، مثل مواقعی که پیش بینی می کنید از چیزی لذت نبرید یا مواقعی که نتیجه منفی غیر معمولی را پیش بینی می کنید. پیش بینی های بی دلیل و مبهم می توانند بدترین نوع پیش بینی باشند، زیرا حل مشکلات مبهم بسیار سخت‌تر از حل مشکلات مشخص است. اما می توانید پیش بینی های مبهمتان را با نتایجی که بعداً در واقعیت میگیرید مقایسه کنید و ببینید که چقدر بی اساس بودند. ممکن است برخی پیش بینی ها درست از آب در بیایند. اگر اینطور شد، حداقل میفهمید که از کاری مثل زدن چمن ها متنفرید، یا اگر واقعاً از ورزش کردن متنفرید و فقط به دلیل سلامتیتان میخواهید که انجامش دهید، حال که وارد عمل شده اید اطلاعات بسیار بیشتری از زمانی که فقط پیش بینی می‌کردید در اختیار دارید و با این اطلاعات راحت‌تر مشکلتان را حل خواهید کرد. سعی کنید بفهمید که دقیقاً چه چیزی است که در مورد ورزش کردن آزارتان می‌دهد و با یک برنامه منظم روزانه سعی کنید تأثیر عامل آزاردهنده را به حداقل برسانید. من ورزش کردن را با روزی 1 شنا روی زمین آغاز کردم. اگر در مورد انجام کاری تردید دارید، بعد از تردید کردن چه کاری انجام خواهید داد؟ احتمالاً هیچ کار. به تأخیر انداختن کارها واکنش معمول ما پس از شک و تردید در مورد انجام آن کارهاست.
هر کس در مورد به تأخیر انداختن نظریه‌ای دارد. به این دلیل است که از انجام کاری هراس داریم. به این دلیل است که زمان در نظر گرفته را پر کنیم. به این دلیل است که معتاد به خوردن شکلات هستیم. دلایل به تأخیر انداختن کارها از موردی به مورد دیگر متفاوت است، اما دلایل فردی چندان هم در حل مشکلات کمکتان نخواهد کرد. بیایید با بررسی چگونه عمل کرد به تأخیر انداختن ریشه آن را بیابیم. ابتدا می‌دانیم که به تأخیر انداختن به این معناست که نتوانستیم تصمیمی گرفته شده را انجام دهیم و یا اینکه نتوانستیم بر روی تصمیممان کار کنیم. تصمیم جلوتر است، پس از آن شروع می‌کنیم. کاربردی ترین تعریفی که برای به تأخیر انداختن میتوان ارائه داد عبارتند از ناتوانی در وارد شدن به مرحله اجرا. در تصمیم گیری ها ابتدا تأمل میکنیم، یعنی انتخاب هایمان را سبک سنگین میکنیم و سپس آنها را اجرا میکنیم، یعنی عمل. در مورد شک هایی که برای انجام کاری داریم همیشه موضوعی نیست که آیا آن عمل ایده خوبی هست یا نه، بلکه معمولاً با تصمیم گیری در مورد آن مشکل داریم. اقدام به انجام کاری به این معناست که آن زمان نمیتوانید کار دیگری انجام دهید. مردم این را میدانند، پس با خود کلنجار میروند که نکند این تصمیم بهترین تصمیمشان نباشد. اگر متعهد شوید که وظیفه‌ای را انجام دهید، فکرتان به مرحله اجرا تغییر جهت می‌دهد و شما اقدام به انجام کاری خواهید کرد. آنطور که محققان می‌گویند، گذر از وضعیت ذهنی اول به دوم نیازمند آن است که از روند تأمل کردن دست کشیده و در راستای گزینه انتخابیمان اقدام به انجام کاری بکنیم. اندیشمندی به نام سیرل به بررسی تفاوت بین تأمل کردن و انتخاب کردن پرداخته و معتقد است منطقی بودن مستلزم اراده آزاد است. زیرا اگر فرد قدرت آن را نداشته باشد که طبق نتایج تحلیلیش عمل کند، تحلیل منطقی عملاً بیفایده است. پس سیرل تأکید می کند که ممکن است افراد دلایل متفاوتی را برای آنکه به روش خاصی عمل کنند بیابند، اما باز هم آن رفتار را بروز ندهند و این دوباره نشانگر آن است که تأمل کردن و انتخاب کردن مراحل جداگانه‌ای هستند. این گفته ها کمی کلیشه‌ای به نظر می رسند، اما ریشه مشکل آنهایی که کارهایشان را به تأخیر می اندازند این است که نمی توانند خود را متعهد به انجام کاری ارزنده کنند. آنها نمی توانند از مرحله تأمل کردن بیرون بیایند. ممکن است بگویید شاید چنین افرادی فعالیت دیگری را انتخاب کردند، اما آن هم چنین مفهومی دارد که نتوانستند خود را متعهد به انجام وظیفه‌ای ارزشمند کنند و در عوض کار پیش‌فرض دیگری را انتخاب می‌کنند. اکنون سوال دیگری به ذهن ما خطور می‌کند: چرا به تأخیر اندازان تعهد به انجام کارهای مهم را به تأخیر می‌اندازند؟ کمالگرایی ترس را به همراه می‌آورد و یا به دنبال ترس بروز می‌کند. اگر وحشت زده اید، ذهن شکننده شما همه چیز را در حد کمال خواهد خواست، یا اینکه هرگز آن چیزها را نخواهد خواست. یا اگر کمالگرا هستید که در انتظار بهترین نتایج نشسته اید، فشار وارده بر شما وحشت زده تان خواهد کرد. کمالگرایی و ترس با یکدیگر پیوند ازدواج بستند. از آنجا که مهمترین وظایفمان به طور خودکار وحشتناکترین وظایفمان هستند، ترس وارد شده و بر ما وادارمان می کند که خود را به فعالیت‌های پرکننده و با ریسک صفر مشغول کنیم. اولویت‌هایمان را وارونه می کند. هنگامی که اولویت‌هایمان وارونه شوند،
خود را در حال انجام بازی‌های پیش پا افتاده و یا در شبکه‌های اجتماعی خواهید یافت، طوری که گویا آنها در لیست کارهای مهمتان قرار دارند و کاری که واقعا می‌خواهید انجام دهید را نادیده می‌گیرید. بسیاری از مردم از کمالگرایی به عنوان یک بهانه استفاده می‌کنند. آنها کمالگرایی را هم چون نقابی بر صورت می‌زنند تا ترسشان را مخفی کنند. در زیر آن نقاب شخصی مخفی شده است که آنچنان از رویارویی با حقیقت وحشت دارد که تمام زندگیش را کارهای خارج از حد کمال در بر گرفتند. وقتی کمالگرایی اولویتتان را وارونه کند، میتواند زندگیتان را ویران کند. مزیت کاذب به تأخیر انداختن کارها، یعنی همون ماندن در مرحله تأمل، این است که شما را در توهم کمالگرایی نگاه می‌دارد. فقط هنگامی که ماشه را بکشید و بگویید می‌خواهم همین الان شروع به نوشتن کتابم بکنم، آن زمان است که خود را کاملا در معرض موج معمولگرایی قرار داده اید. ممکن است این موج پرتردید معمولگرایی توده‌ای باشد مملو از سطح انرژی پایین، نداشتن ایده برای نوشتن کتاب، نداشتن انگیزه برای نوشتن، زمانبندی نامناسب و اعتماد به نفس پایین در تواناییتان برای انجام کاری خوب به هر دلیل. قبل از شروع کار به نظرتان میرسد که میتوانید به وضعیتی در حد کمال برسید، بهترین ایده ها را داشته باشید و بهترین نتیجه را بگیرید. اما به محض اینکه وارد آن کار شوید، معمولی بودن حقیقت آزارتان خواهد داد و این برایتان جالب نخواهد بود. با اینکه همه ما می‌دانیم که برای انجام کاری پرمعنا باید زحمتی آزاردهنده را به جان بخریم، باز هم در مورد شرایط کاری و زندگیمان در حد کمال خیال پردازی می‌کنیم. زیرا این یک خواسته احساسی است و نه منطقی. در زندگی واقعی شرایط کاری و نتایج به دست آمده از آن هرگز در حد کمال نخواهد بود. برای مثال من بخشی از این کتاب را در شرایطی که گربه‌ام خود را به پاها و دیگر قسمت‌های بدنم فشار می‌داد نوشتم. چنین وضعی برای کارآمد بودن در حد کمال نیست. او قلقلکم می‌داد و خنده‌ام می‌آمد، اما من باز هم ادامه دادم به بهترین شکلی که می‌توانستم. یکی از روش‌هایی که می‌توان کارها را به بهترین شکل انجام داد، در نظر گرفتن کسانی است که همان کار را انجام دادند. قهرمان فیلم‌های سینمایی در مواجهه با مرگ قطعی ترسی از خود بروز نمی‌دادند. اما آیا این موضوع را هم در نظر می‌گیرید که آنها کاری را هم به تأخیر نمی‌انداختند؟ به نظر می‌رسد که ذات نترس قهرمانان فیلم‌های سینمایی و راه‌های به تأخیر نینداخته‌ای که طی می‌کنند به طور پیچیده‌ای با یکدیگر مرتبط هستند. آیا جیمز باند که به بیباکی بقیه قهرمانان ماست تا به حال فکر کرده است که خب چیکار کنم؟ نمیدونم چیکار کنم. نه، او تصمیمی سریع و مطمئن میگیرد. درست مانند من که این کتاب را مینویسم، گاهی تصمیمش اشتباه است و او خود را در شرایطی مییابد که 3 تفنگ مغزش را نشانه گرفتند. اما حدس بزنید که بعدش چه اتفاقی میافتد. فیلمنامه‌نویس او را نجات میدهد. خب اگر لطیفه های مرتبط به امداد غیبی را کنار بگذاریم، باید گفت که جیمز باند برمیگزیند و پیروز می شود. و اگر شما قصد دارید که یک معمولگرای واقعی باشید، برگزیدن سلاحی است که باید آن را انتخاب کنید. معنایش این است که وارد عمل شوید. اگر فکر نمی کنید که کلید موفقیت زندگی همین است، وارد عمل بشوید، برگزینید و پیروز شوید. بسیار هیجان انگیزتر و کاربردی‌تر است از اینکه ثابت بایستید و برای آنکه وارد کاری شوید منتظر یک علامت بمانید
تا صحیح بودن آن را برایتان تضمین کند. اگر یک تصمیم ناکامل بگیرید که در شرایط ناکامل یا معمولی کاری ناکامل را انجام دهید، آن وقت است که می توانید تأخیر انداختن کارها را از سر راهتان بردارید. در آغوش گرفتن معمولگرایی در تمام مراحل روند یک کار بهانه تراشی ها را در هم می شکند و حس شکست را می شکند. زیرا معمولگرایان شکست را جزئی از روند کار می دانند. می دانم که کارم در حد کمال نخواهد بود، اما ادامه خواهد یافت.